خیلی قشنگ داری میگه آقا یه موقعی کانکتدم، یه موقعی نیستم. یه موقعی وصلم، یه موقعی حس میکنم وصل نیستم. یه موقعی یه توانی دارم، یه موقعی حس میکنم ندارم. و جواب دقیقا همینجاست. مجدد جواب تو سواله. یه موقعی هستی، یه موقعی حس میکنی نیستی. اشتباه حس میکنی، نمیتونی نباشی. اشتباه ما چیکار باید بکنیم آقا جون؟ حست اشتباس، فکرت اشتباس. و دوباره همون جوابی که به دوستم دادم، تو حس نمیکنی وصل نیستی، فکر میکنی وصل نیستی. و بعد وقتی فکر میکنی وصل نیستی، چرا؟ چون مثلا نمیتونم ماهیچه توجهمو تقویت کنم، یا نمیتونم از دست فکرها خلاص شم، یا نمیتونم امروز اون احساسی که همیشه دارم و ندارم. بر اساس این ذهن تو شروع میکنه یه ذره میبینه تو پایینی، سریع سوارت میشه. بس نیستی امروز نمیتونی دیگه. دیدی شاید همه اون حرفا غلط بوده، شاید اصلا تو هیچ وقت وصل نبودی. وقتی یه ذره میبینه زانوات خسته است، یه لگد میزنه و یه زیرپایی برات میگیره. خب دقیقاً اینجا جاییه که من اینجور موقع، من خودم هنوز این لحظاتو دارم، هنوز این روزا رو دارم. و کاری که من میکنم اینه، احساس میکنم وارد مه شدم، جاده رو میدونم که درسته، نقشه رو نگاه میکنم، راهم درست، شکی تو این ندارم. ولی الان وارد مه شدم، تو همون راهی که درسته الان وارد مه شدم. So fucking what؟ هنوز راهم درسته، هنوز